سلام به دوستان و همراهان گرامی، دوستداران علم و تکنولوژی به خصوص رشته آیتی. با ادامه ویدیو قبلی که در خصوص آپگرید دستگاه لپتاپ ISPR E1 بود، با نصب سیستم عاملش که ویندوز 11 هستش در خدمتتون هستیم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، میریم برای نصب ویندوز. خب اگه حضور ذهن داشته بوده باشید، تو ویدیو قبلی ما اومدیم از طریق بایوس چک کردیم ببینیم در واقع هارد ما به صورت کامل با برند و ظرفیت شناسایی میشه یا نه، که خب تو این صفحه مشخص هستش که شناسایی انجام شده. خب توی این مرحله کاری که باید انجام بدیم، من فلش در واقع از یه فلش 8 گیگ کمک گرفتم که ایمیج ویندوز رو روش در واقع با نرم افزارهایی که وجود داره در واقع تبدیل کردم و الان ویندوز 11 همون برای در واقع نصب روی این لپتاپ روی این فلش هستش. من فلش رو به دستگاه متصل میکنم. خب حالا کاری که باید انجام بدیم، بریم تو بخش بوت و USB HDD رو که در واقع الان فلش ما رو پتیوت مموری لود کرده با تو اولویت اول قرار بدیم. حالا همونجوری که الان تو تصویر مشاهده میکنید خودش تو اولویت اول هست، ولی حالا بسته به دستگاه شما و توضیحاتی که پایین صفحه داده میشه شما میتونید این اولویت رو جابجا کنید. مثلا تو دستگاهی که الان اینجا ما داریم، شما میتونید با در واقع قرار گرفتن رو اون آیتمی که میخواید اولویت بالایی بهش بدید با کلید F6 به بالاترین اولویت جابجاش بکنید. حالا ما USB HDD رو نیاز داریم که از روی USB بتونیم نصب اون انجام بدیم. من اینو به بالاترین اولویت منتقل کردم. دکمه F10 رو میزنیم. اینجا از ما میپرسه که تنظیمات انجام بشه و خارج بشیم که ما عادتا یس انتخاب میکنیم. تنظیمات اعمال میشه و در واقع دستگاه وارد مرحله بوت از روی USB دیسک میشه. کمی منتظر میمونیم. این ممکنه بسته به مشخصات فنی دستگاه بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه زمان ببره. خب با توجه به تجربیات قبلی من، با توجه به ظاهر شدن این آیتم، بوت شدن بله شروع شده و خب وارد صفحه نصب ویندوز شدیم که خب مثل سیستم عاملای دیگه خیلی شباهت زیادی به هم دیگه دارن. این ویندوز 11 شما قطعا اگه قبلا ویندوز 10 یا 8.1 هم نصب کرده بوده باشید با یه چنین صفحه‌ای روبرو شدید. ما آیتمایی که اینجا وجود داره مربوط به زبان، منطقه مکانی و کیبورده که به صورت پیش‌فرض من همیشه اینا رو پیش‌فرض قرار میدم تا تو مراحل نصب دچار مشکل نشم. با توجه به محدودیتایی که کشور ما به لحاظ تحریمات داره من اینو تغییرش نمیدم، ولی خب بعد از اینکه ویندوز بالا اومد و اکتیوش کردیم و تغییرات مربوط به زبان و منطقه مکانی و همینطور کیبورد رو به اتفاق شما انجام خواهیم داد. خب حالا این در واقع USB دیسکی که من درست کردم نسخه‌های مختلف ویندوز 11 رو داخل خودش داره، از نسخه‌های مثل Education، Enterprise، Pro و سایر نسخه‌ها مثل Home. خب من میخوام نسخه Enterprise رو نصب کنم. این آخری هم که میبینید مربوط به در واقع نسخه اختصاصی شبکه است. من نسخه انترپرایز خالی رو انتخاب میکنم که بالاترین امکانات رو در مورد ویندوز در اختیار شما قرار میده. خب نکست رو میزنیم. تو این صفحه در واقع اون اگریمنتی یا توافقنامه‌ای هستش که به ما نمایش میده و خب ما چاره‌ای به جز موافقت باهاش نداریم. توی این مرحله اگه قبلا آشنایش داشته باشید، حالا مربوط به دو تا قسمت. اولیش آپگرید نسخه های قبلی که ممکنه رو دستگاه شما باشه، مثلا حالا ویندوز 10 که رو هارد قبلی این دستگاه بود، به فرض ما میخواستیم ارتقا بدیم، از این میتونستیم استفاده بکنیم و در واقع با حفظ اطلاعات قبلی این آپگرید رو انجام بدیم. ولی خب به شخصه اینو هیچ موقع ترجیح ندادم، چون احساس میکنم که باعث سنگین شده دستگاه میشه و من یه نسخه فرش و تازه رو ترجیح میدم. در نتیجه گزینه در واقع کاستوم یا اینستال ویندوز آنلی رو انتخاب میکنم. اینجا الان هارد دیسک 128 گیگ SSD رو که ما روی این دستگاه نصب کردیم و داره با کل ظرفیت نشون میده. اگه حضور ذهن داشته باشید، ما گفتیم این قراره به عنوان هارد اصلی در واقع روی سیستم ما باشه و فقط ویندوز روش نصب شه که عملکرد کارای سیستم عامل و دستگاه رو بیاره بالا. در نتیجه
به پارتیشن‌های زیادی نیاز نداریم. هارد قبلی که رو خود این دستگاه بود، هارد 500 گیگ هست، ما قرار شده که به اون هارد دوم از طریق درگاه DVD رومش روی دستگاه اضافه کنیم که ما اگه حضور ذهن داشته باشید نصب روی براکتش رو انجام دادیم. آماده است. دلیل اینکه رو خود دستگاه نذاشتیم به خاطر اینکه رو خود این سیستم عامل هست. برای جلوگیری از اختلالای که ممکنه پیش بیاد من اینو گذاشتم برای انتهای کار که سیستم عامل رو هارد جدید نصب کردیم. خب اینو میذاریمش کنار. در واقع میایم اینجا مرحله پارتیشن بندیه. از گزینه نیو استفاده میکنیم که پارتیشن رو ایجاد کنیم که ما کل ظرفیت رو انتخاب میکنیم. اینجا هم یه اختیاری به ما میده که قرار کل اطلاعات شما پاک بشه. مشکلی با این قضیه ندارید که من اوکی رو زدم. اینجا همونطوری که مشاهده میکنید 3 تا در واقع اومده خودش پارتیشن ایجاد کرده تو ویندوزهای جدید، در واقع ویندوز 10 و 11. رو اون درایوی که شما انتخاب میکنید خودش میاد 2 تا درایو مخفی هم ایجاد میکنه. ما اینجا چون تو قسمت پارتیشن بندی هستیم اینو داریم مشاهده میکنیم، ولی همونجور که در واقع تو قسمت تایپ اگه مشاهده بکنید زده سیستم، یه پارتیشنی هست که اطلاعات مربوط به سیستم عامل و بوت توش ذخیره میشه. تو ویندوزهای قدیمی تر، حالا کسایی که کار کردن ویندوز 7، ویندوزهای قبل تر، این به این شکل بود که کل فایل‌های مربوط به بوت رو همون درایو حالا اولی که انتخاب می‌کردید که میشد درایو C، فایل‌های لودر هم همونجا قرار می‌گرفت و این مشکلاتی به وجود می آورد که بعضی‌ها به اشتباه اونا فایل‌ها رو پاک می‌کردن و ویندوز ما دچار مشکل می‌شد و عملاً ویندوز بالا نمی‌اومد. از ویندوز 8 و بعد 8.1 اومد این در واقع پارتیشن رو جدا کرد به عنوان پارتیشن مخفی، در واقع این اطلاعات بوت رو اونجا قرار میده. از ویندوز 10 به این ور، حالا به خصوص تو 11 اومده یه قسمت در واقع MSR برای ریکاوری هم یه با حافظه مقداری خیلی کمی که بهش اختصاص داده برای ریکاوری قرار داده که یه زمانهایی که در اثر یه سری اتفاقات ناخواسته مثل قطع شدن ناگهانی برق یا کراش خود سیستم عامل، این فایلایی که داخل رم هستن اینجا کپی میشه که در واقع بتونه تا حدالمقدور بتونه با استفاده از اونا در واقع کار رسکیو یا ریکاوری سیستم عامل انجام بده. که خب ما با 2 تا پارتیشن اصلا کاری نداریم. در واقع اون پارتیشن اصلی ما که قرار اطلاعات روش ریخته بشه فرمتش میکنیم. حالا میتونیم هم فرمت نکنیم چون تو مراحل نصب میتونه خود سیستم عامل موقع نصب این کار انجام بده. به هر حال من فرمت انجام دادم. نکست رو میزنیم و وارد مراحل نصب سیستم عامل میشیم. همونطور که قطعا خودتون قبلا آشنایی داشتید، حالا قسمت بندی شده طبق چیزی که اینجا هست. 5 قسمت داره که یکی کپی کردن فایل هاست که با همون سرعتی که دیدید انجام شد. مرحله بعدی زده get file ready to installation، یعنی در واقع آماده سازی فایلایی که قراره برای نصب استفاده بشه. که خب این پروسه زمانبر، حالا بسته به مشخصات فنی سیستم شما میتونه بین 3 تا 10 دقیقه و بالاتر هم زمان ببره، ولی خب با چیزی که الان داریم ما مشاهده میکنیم الان به 5% رسیده، شاید این یه بازه زمانی حداکثر 10 دقیقه ای رو بخواد از شما بگیره. خب همونطور که مشاهده میکنید تا این مرحله 95% و 96% از اون پروسه آماده سازی و نصب فایل ها طی شده. الباقی هم به همین صورت طی میشه و بعد از این مرحله احتمالاً دستگاه نیاز باشه که ریستارت بشه. معمولاً به این شکل بوده. حالا بریم ببینیم که به چه صورت پیش میره. خب تمام شد. حالا مرحله بعدی، مرحله سوم، نصب فیوچرز در واقع یا امکاناتی که رو خود سیستم عامل فعال هست، اون اپلیکیشن های پیش‌فرض. اینجا نصب آپدیت هایی که در واقع به هسته بعداً با ارائه پچ های مختلف که به صورت دوره‌ای ارائه میشه. این آخرین پچی هست که ارائه شده. در نتیجه آپدیت ها الان داره نصب میشه و بعد از اینکه آپدیت ها نصب بشه و فینیش آپ الان تموم شد و قراره توی مرحله بعد 6 ثانیه 5 ثانیه خودش ریستارت انجام بده. البته شما میتونید اینجا ریستارت نرم خودتون بزنید. خب دستگاه همونطور که میبینید ریستارت شد. حالا باید بعد در واقع ادامه مراحل نصب رو به اتفاق شما دنبال بکنیم.
این بخشی از نصب، ممکنه یه پروسه کوتاه یا بعضی از دستگاه زمان بر باشه. خب یه نکته که من فراموش کردم، بعد از اینکه چون ما داخل بایوس تنظیم کردیم که به عنوان در واقع USB ما به عنوان بوتیبل باشه، ما اینو باید وقتی ریستارت میشد برمیگشتم و به حالت اول برمیگردونم و متاسفانه من اینو فراموش کردم و دوباره مرحله نصب شروع شده. ما اینو در واقع میبندیم و دستگاه ریستارت میکنیم، وارد بایوس میشیم و بوت اولو میذاریم بوت هارد که ادامه نصب بیاد و طی بشه. از دکمه F2 کمک میکنیم برای بایوس. خب هم مرحله که ابتدای کار طی کردیم میریم تو قسمت بوت و اولویت هارد رو با استفاده از کلیدایی که وجود داره، حالا که تو در این دستگاه F6 جابجاش میکنیم. دوباره از F10 برای ذخیره تغییرات و ریستارت مجدد دستگاه رو انجام میدیم. حالا اینجا باید ادامه نصبی که تو بخش قبلی تا مرحله ریستارت پیش رفت در ما نمایش داده بشه. بله، استارتینگ سرویس، آغاز سرویس ها. اینم یه پروسه از نصبه که بعد از اینکه فایل های اصلی روی در واقع هارد منتقل و نصب شد داره در واقع مرحله ستاپش انجام میشه. خب بعد از انجام اون قسمت آماده سازی سرویس ها، دستگاه همونطور که مشاهده کردید ریستارت شد و دوباره این پروسه هم جزء پروسه نصب سیستم عامل هست، ولی خب بنا به مشخصات دستگاه این زمان میتونه متغیر باشه که خب روی این دستگاه ما در واقع تنها ارتقایی که در حال حاضر انجام دادیم هارد. تو قبل‌تر هم رم دستگاه در واقع از 2 به 8 گیگ ارتقا پیدا کرده، ولی خب سی پی یو دستگاه اگه حضور ذهن داشته باشید سی پی یو ضعیفی هستش نسبت به دستگاه‌های امروزی. سی پی یو سلرون مدل 2955 در واقع نسل 2 سی پی یو سلرون اینتل هستش با فرکانس 1.4 گیگاهرتز. به خاطر همین این میتونه پروسه رو کمی زمان برتر بکنه، ولی چیزی که مشخصه این ارتقای هارد خیلی رو عملکرد حال حاضر سیستم هم تأثیر داشته و اینو من به چشم دارم میبینم. حالا باید مرحله نصب رو تکمیل بکنیم. بعد از مرحله نصب در واقع بالا آمدن ویندوز رو شما میتونید ببینید و در مورد این ارتقا قضاوت بکنید. خب در این بخش هم دوباره آیتم مربوط به منطقه کشور و منطقه زمانی هست که همونجوری که خدمتتون گفتم من فعلا پیش‌فرض‌ها رو دنبال میکنم. کیبورد همون USA اینجا میگه که میخواید کیبورد دومی اضافه بشه که فعلا نمیخوام این اتفاق بیفته. خب اینجا از ما اتصال وای فای نیاز داره که خب بنا به اینکه ما در واقع میخوایم که یه اکانت لوکال رو دستگاه ایجاد بشه، در نتیجه فعلا من از اتصال به اینترنت صرف نظر میکنم. گزینه که در واقع اینترنت ندارم و انتخاب میکنم. اینجا خودش داره یه پیغام به ما نمایش میده مبنی بر اینکه خب شما بهتر این که دستگاهتون به اینترنت متصل باشه تا بتونید از تمام قابلیت‌های دستگاه استفاده بکنید. ولی خب حالا همونجوری که خدمتتون گفتم من میخوام روی دستگاه یه اکانت لوکال بسازیم، به خاطر همین در واقع از این گزینه صرف نظر میکنم و میگم که من میخوام به همین روال ادامه بدم. خب اینجا قسمتی هستش که گفته در واقع چه کسی قراره که از این دستگاه استفاده بکنه و خب مشخصات مربوط به مالک، حالا نام و بقیه مشخصات رو میریم با هم دیگه تایپ میکنیم. پسورد میخواد برای لاگین شدن و ورود به سیستم عامل. پسورد رو تکرار میکنید.
سری سوالای امنیتی در واقع از شما میپرسه که بعداً اگه یه زمانی شما پسورد خودتون رو فراموش کردید بتونید از این اطلاعات برای بازیابی استفاده بکنید. سوال دوم، و سوال سوم. خب مراحل نصب ما تو در واقع آخرین بخش خودش هست که در واقع داره تیزرهای مربوط به خود سیستم عامل نمایش میده و داره محیط دسکتاپ رو برای ما آماده سازی میکنه که در واقع لاگین و ورود به سیستم عامل انجام بشه. این پروسه هم ممکنه کمی زمان بر بشه، باز تکرار میکنم بسته به مشخصات سخت افزاری. طبق توضیحاتی هم که خود در واقع الان سیستم عامل به ما نشون میده که میگه این ممکنه کمی زمان بر باشه، تا اون موقع دستگاه رو خاموش نکنید. اینجا هم زده که لطفاً همچنان دستگاه رو متصل نگه دارید، روشن و متصل، منظور اتصال برق هم بهش وصل باشه چون ممکنه زمان بر باشه و اگر باتری دستگاه شما کم باشه ممکنه وسط این مرحله خاموش بشه که این باعث میشه که نصب ویندوز شما کامل نشه و مجبور باشید مجدد مراحلی که ما طی کردیم رو طی بکنید. و ورود به محیط سیستم عامل ویندوز 11. خب نصب ما تو این مرحله تموم شده و همونطور که مشاهده میکنید سیستم عامل بالا اومده. خب حالا با سیستم عامل ما اکتیو بکنیم، تنظیمات انجام بدیم که خب اینا مراحلی است که قطعا همه شما دوستان آشنایی دارید، ولی من خب همینجا وارد در واقع مای کامپیوتر یا دیس پی سی میشم. اینجا درایو سی که در واقع همون هارد 128 گیگ SSD ماست مشاهده میکنید. این دو تا درایو هم مربوط به در واقع این کول دیسک یا یو اس بی دیسکی هستش که ما ویندوز رو به صورت بوتیبل روش اجرا کردیم. من این در واقع کول دیسک یا یو اس بی دیسک رو ریمووش میکنم، مثلا میگیم سیف ریموو که خود ویندوز در واقع دسترسی خواندن نوشتنش رو قطع میکنه که این موقع آسیب نبینه. خب من به صورت فیزیکی هم این فلش رو از دستگاه خارج کردم، دیگه ما بهش نیازی نداریم. حالا تو مرحله بعدی در واقع اپایی که هست و قراره که روش نصب بشه، ولی خب حالا این خارج از بحث ویدیو ماست. ما هدف این بود که بتونیم سیستم عامل رو روی این هارد جدید نصب کنیم و در واقع سرعتش رو ببینیم. من برای اینکه ببینیم سرعت بالا اومدن سیستم عامل به چه صورت هست، همینجا یک مرتبه دستگاه رو ریستارت میکنیم تا به اتفاق شما ببینیم در واقع این سرعت عملکرد سیستم عامل و بالا اومدنش با توجه به ارتقاء هاردی که روی این دستگاه انجام شده چقدر مؤثر بوده. خب این اولین ریستارت ما بود. معمولا اولین ریستارت بعد از نصب سیستم عامل خودش میتونه در واقع کمی زمان بر باشه. همینطور این الان اولین بوت ماست، ولی خب همینجوری که باز مشاهده میکنید نسبتاً سرعت خیلی قابل قبولی داره و خب یک مرتبه دیگه ما این کار رو میتونیم با هم تکرار بکنیم. من با توجه به تجربه قبلیم به شما میگم که احتمال خیلی زیاد تو ریستارت بعدی خیلی سریعتر دستگاه بخواد بیاد بالا. خب اون پسورد رو وارد میکنیم، در واقع به دستگاه لاگین میکنیم. خب این ناملاک به صورت پیش‌فرض الان خاموشه. این بار که من روشن کردم دفعات بعدی دیگه باید ناملاک روشن باشه. خب من پسورد رو ظاهرا اشتباه تایپ کردم، یک مرتبه دیگه
به همین صورت میبینید که سیستم عامل میاد بالا و در واقع لاگین میشه. خب ویدیومون داره خیلی طولانی میشه، ولی خب یک مرتبه دیگه من ریستارت انجام میدم تا بالا آمدن سیستم رو ببینیم، ولی من به جرئت میتونم بگم این 40%، حداقل 40%، حالا باز مالک خود دستگاه بهترین قاضی میتونه روی این قضیه باشه، ولی به قضاوت من چیزی که قبل از تعویض هارد دیدیم این حداقل 40-45% عملکرد دستگاه تو اون بالا آمدن سیستم عامل لااقل. حالا تو اپ هایی که نرم افزارهایی که در واقع قراره خود مالک دستگاه ازش استفاده کنه خیلی راحت‌تر میتونه روی این قضیه قضاوت کنه. خب همونجور که میبینید باز بالا اومد، من دیگه وارد دستگاه نمیشم. خب با اجازهتون دستگاه رو خاموش میکنم تا برسیم به مرحله نصب هارد اصلی دستگاه که قرار شد ما به عنوان هارد دوم از طریق جایگاه در واقع جایگاه سی دی روم به دستگاه اضافه کنیم. خب من دستگاه رو برگردوندم و اینجا در واقع هارد دوم که روی این براکتی که جای سی دی روم قرار نصب بشه رو مشاهده میکنید تو محل خودش قرار میدم به صورت ریلی با یه کمی فشار کوچولو جا میافته. خب ما اینجا اگه باز حضور ذهن داشته باشید یه پیچی داشتیم که در واقع این سی دی روم که یا الان هاردی که هست و قراره سر جای خوش نگه داره که بیرون نیاد. خب ما این پیچ هم میبندیم سر جاش. ما الان در واقع هارد اصلی دستگاه رو به عنوان هارد دوم و تو جایگاه در سی دی روم بهش اضافه کردیم. من لپتاپ رو میچرخونم، صفحه رو باز میکنیم. خب من موقعیت دوربین یک کمی تغییر میدم. خب بریم که دوباره دستگاه روشن بکنیم و مستقیم وارد سیستم عامل بشیم که هم دوباره یه بار دیگه سرعت لود شدن ویندوز رو ببینیم، هم داخل خود ویندوز ببینیم که درایوهای مربوط به هارد اصلی دستگاه که الان شده هارد دوم ما نمایش داده میشه یا نه. فکر میکنم 30 ثانیه نشد که سیستم عامل بالا اومد. خب من پسورد رو وارد میکنم. بله سیستم، من خودم هیجان زده میشم از اینکه با این سرعت دستگاهی که اینقدر کند بود با این سرعت داره وارد بله سیستم عامل میشه. و خب خدا رو شکر همونجوری که تو تصویرم مشخص است و مشاهده میکنید قطعا پارتیشن‌های مربوط به هارد دومم اضافه شده. خب یه پارتیشن کم حجم این دستگاه اگه من اشتباه نکرده باشم هارد قبلیش 3 تا پارتیشن داد، ولی الان که خب 4 تا نمایش داده میشه این همون پارتیشن مخفی هست که خدمتتون صحبت کردم تو مرحله نصب ویندوز که الان خب چون سیستم عامل دیگه روی این هارد نیست نمایش داده میشه. ولی خب یک مرتبه من از طریق کنترل پنل این در واقع قسمت پارتیشن بندی اینو چکش میکنم ببینیم اونجا تعداد پارتیشن ها به چه تعداد هستش. خب این دیسک منیجمنت اجرا شد. دقیقا اینجا تو تصویر امیدوارم مشخص باشه که همین تصویر تاره و این تو فوکوس دچار مشکل هست، ولی خب این دیسک همون اصلی ما و SSD ماست که یه پارتیشن اصلی 2 تا پارتیشن مخفی داره و اینم دقیقاً 3 تا پارتیشنی که مال در واقع هارد اصلی دستگاه بوده که خب این درایو ایش مربوط به ویندوز باید باشه. این همون پارتیشن موقتی هست که برای در واقع بوتیبل ها هستش. من اگه اینجا هم یه لحظه وارد پارتیشن بشم تنها چیزی که به وجود داره اون فایل های سیستمی که اصلا اینجا هم باز به ما نمایش داده نمیشه. در نتیجه اصلا من اینو ترجیح میدم که حذفش کنم. خب عالی. درایو بعدی باید درایو سیستم عامل قبلی که ویندوز 10
بود باشه و خب دقیقا همینجا شما دارید مشاهده میکنید. با توجه به اینکه نیازی هم به این درایو نیست، من میتونم این درایو هم پاکش بکنم. خب من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. ممنون که این ویدیو رو هم با ما تماشا کردید. همونجور که شاهد بودید یه هارد SSD چقدر میتونه در واقع رو عمل کرده سیستم عامل و خود دستگاه مؤثر باشه، که این دستگاه با تکرار میکنم به جرات 40% عملکردش بهبود پیدا کرد. با توجه به اینکه ماژولایی که رمی که روی این دستگاه هست 2 تا در واقع ماژول 4 که مجموعاً شده 8 گیگ. اگه هم تو ویدیوهای قبلی هم با هم صحبت کرده بودیم، الان ویدیوهای در واقع رم های DDR3L یا DDR3 اینا 8 گیگش هم الان تو بازار موجوده. یه زمانی موقع عرضه این دستگاه احتمالاً نبوده، یا تو اون مرحله‌ای که این دستگاه ارتقا پیدا کرده و رمش از 2 به 2 تا 4 یا 8 گیگ ارتقا پیدا کرده، احتمالاً ماژولای 8 گیگ هم تو بازار موجود نبوده که بخوان ارتقا بدن، ولی الان هست. همین دستگاه میتونه از رم 8 گیگ با 2 تا ماژول در واقع 8 گیگ تبدیل بشه به 16 گیگ، که خود اونم من به جرات میتونم بگم 20 تا 30% عملکرد این دستگاه رو میتونه ارتقا بده. حالا پیشنهادی است که من قطعاً به مالک دستگاه خواهم داد و این پیشنهاد میکنم که این کار رو قطعا انجام بده. ممنون که ما رو تماشا کردید. تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اوقات به کام شما باشه. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.